به نام خدا، سلام های گرم مرا از هوای سرد پاکستان پذیرا باشین. آرزو دارم هر جایی که هستین خوش و آرام باشین. خوش آمدین به اولین ولاگ ما از چینل نسیم ولاگز. امید است که تا آخر ما رو بیننده باشین. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام خدمت همه دوستایی که ما را میبینن. به اولین ولاگ ما خوش آمدین. من نسیم هستم و با مادرم کوشش میکنیم که به شما ولاگای فامیلی به نشر برسانیم. دوستا، اولین ولاگ است. ما آمدیم فیصل مسجد و اولین ولاگ خود اینجا میخوایم ثبت کنیم. ای که ما چگونه ولاگا را به نشر میرسانیم و چه کارهای خود کردیم در ولاگای خود، ایره با شما دوستا حتما شریک میسازیم در لابلای برنامه. در اول ویدیو یادتان نره که ویدیو را لایک کنین، زیر ویدیوهای ما نظرات مثبتتان حتما بنویسین و برای حمایت چینل ما را حتما سابسکرایب کنین. و دوستا، خب ادامه گپا را در لابلای برنامه براتون میگم. حال میریم آهسته آهسته داخل مسجد و همونطور با شما قسم میکنیم. तस्वीरें देंगे इधर ले काउंटर मदर भी पैसा मिलते हैं बैठ वाली सो गई हाँ जा मदर दखल بریم. بریم مادر اینجا معلوماتی که در مورد مسجد نوشته است اگر خوانده بتونیم خوب میشه. خب دوستان، ما اینجا داخل فیصل مسجد بود اجازه نیست، کلش سنگ فرش است، بود اجازه نیست. بوتا خود دادم دروازه تسلیم میکنیم اینجا، توکن نمبر میته و بعد از او داخل میریم. و در این قسمت هم معلومات در مورد فیصل مسجد نوشته است که به عربی، اردو و انگلیسی. خود دوستان، ما میخواستم این معلومات همراهتان شریک بسازم، اما نوشتهش کم کم پاک شده از انگلیسیش. از خاطر نمیشه که ما بخوانم و خودتان میفهمید که اردو و عربی موقع خوب نیست که من بتونم بخوانم و بعد از اون ترجمه بکنم. اگر تصویر براتون میگیرم و اگر باز خیر در لابلای برنامه اگر معلوماتی یافتم براتون شریک میسازم. این هم فیصل مسجد. خود دوستان، امروز بین هفته است، دوشنبه است. البته بین هفته هم نیست، خب اول هفته است، اما بازم مسجد امروز بیربارک است. اینکه چرا بیربارک است نمیفهم، چون امروز دوشنبه است و از حساب پاکستان امروز اول هفته شان است که گفته اون تو همگی باید سرکار برن و تنها روزای شنبه یک شنبه بیربارک بود، چون روزای رخصتی بود و همگی می آمدن. دیگه ای که امروز چرا بیربارک است نمیفهمم. میریم از نماهای مقبول مسجد براتون ویدیو میگیریم دوستا. مسجد جای بسیار مقبول و زیبا و تاریخی و مشهور است. به او خاطر ما خواستیم که اولین ولاگ خود از مسجد از اینجا براتون تهیه کنیم. جایی است که روز صفا انسان اینجا نماز میخونن و عبادت میکنن، جای پاک است. دیگه از نماهای مقبولش براتون ویدیو میگیریم و دلا بلا هم براتون قصه هم داریم. دوستایی هم نمای داخلی فیصل مسجد. بازم من کوشش میکنم که ویدیوی مقبول بگیرم.
خب دوستان این هم فیصل مسجد است که ما آمدیم. داخل اجازه نمیده، فکر کنم تنها در اوقات نماز است که به مردم اجازه میتن. فکر کنم مردانه اینجا و زنانه پایین، اما از پشت کلکل میشه داخل دید و تصویر گرفت. این هم مادرم. این هم ساعت مسجد که ساعت از 4:25 دقیقه. خب دوستانی هم داخل مسجد بود و هم کدام پیام را نوشته کردن باردو. خب دوستان قسمی که میبینین در پشت سر ما فیصل مسجد است. خب از این قسمت ما اگر ویدیو بگیرم بگراند فیصل مسجد باشه تصویر خوب نمیاد چون پشت سر رفته است. ما روی ما را دور میتیم این طرف کتون گپ میزنیم. دوستان قسمی که پیشتر براتون وعده کرده بودم که در جریان برنامه براتون میگم. حال میخوایم بگویم که ما چرا خواستیم چینل بسازیم. خب قبل از این تحولاتی که در افغانستان بیایه هم در چینل یوتیوبی ما مصروف بودم. این اولین تجربه من نیست. قبلا هم چینل یوتیوبی که بود ما همکاری داشتم، البته در بخش تصویر یعنی تصویر بردار بودم. خواستم که به خود چینل بسازم و از چینل خود هم فعالیت‌های خود بکنم. باز نظر مشترک ما و مادر میشد که چینل فامیلی بسازیم و هم فعالیت‌های ما را بکنیم و هم یک مصروفیت ما با ما شو و هم سر پای استاد. چطور مادر؟ بله نسیم جان، ما قبلا هم اینجا آمده بودیم. این بار خواستیم چینل بسازیم و خواستیم اولین ولاگ ما از فیصل مسجد باشه. خب مادر آب زمستان است، هوا سرد است، اما دوستان میبینن که کالای گرم پوشیدیم. از گرمی های تابستان بگو، چون ما خب 2 سال میشه اینجا آمدیم و تجربه گرمی و سردیش داریم. از گرمیش بگو. دوستا دیگه اینجا گرمی ها خیلی زیاد است، خصوصا در ماه جولای اگست خیلی گرمی زیاد می باشه دیگه. یگان روز خب بخی طاقت فرساست و امسال هم نسبت به سال گذشته هوا خیلی سرد است. ما تقریبا از 2 سال زیادتر میشه که این هستیم. این زمستان سوم است و 2 زمستان قبلی را که ما تیر کردیم قدر هوا سرد نبود. زمستان سوم هوا خیلی سرد است دیگه. خدا کنه که صحتتون خوب باشه، در هوای سرد در هر جایی که هستین آرامش داشته باشید، صحتتون خوب باشه. بله دوستا، قسمی که مادرم گفت تابستانش هم ما تجربه داشتیم و زمستانش هم تجربه داشتیم. تابستانش خیلی گرم است و زمستانش هم به یک ما خیلی سرد. باز اتفاقا که امسال که زمستان سوم ماست خیلی سرد است دیگه. همه دوستا از گرمی و سردی پاکستان شکایت دارن. خب در پاکستان ما که مصروفیت هم نداشته باشیم آدم دق میاره. به این خاطر خواستیم که این چینل بسازیم تا مصروفیت شود به ما. هرچند که هر کاری که بکنیم هر جایی که خود مصروف بسازیم هنوزم دلتنگ شاید باشیم چون ماجرا دلتنگی خود داره، اما بازم به نوعی خواستیم که از این دلتنگی فرار بکنیم، چینل بسازیم و بخوایم سرپا استاد شویم دیگه. ما در خودت میخوایی بگی که در چینل چه چیزا داریم یا ما بگویم؟ در این چینل برنامه آشپزی شاید داشته باشیم، خریداری و چکه دیگه با شاملش است و دیگه خواستیم که شما دوستا را هم در کنار خود داشته باشیم
تا شما باشین ما روحیه بگیریم و این زندگی مسافری کمک از دلتنگی ها دور باشیم. البته چکر و میمانی را در حد توان وعده نمیدیم. حالا شما بگوین که شما گفته بودین مهمانی و چکر، هر ولاگ منتظر چکر میمانی باشین، چون یک هوا سرد است، دومی که چون در این وقتا امی اخراج مهاجرین زیاد است، اگر زیاد بیرون برایم شاید خوب تمام نشه. از خاطر در حد امکان کوشش میکنیم که بیرون برایم، از جایی که چکر میریم یا جای مهمانی میریم براتون ویدیو بگیریم و یک قسمی ولاگ تهیه کنیم. ما این ولاگ رو تهیه میکنیم، دوستا وعده بتن که ما رو حمایت بکنن تا چینل ما سرپا شود و بتونیم که فعالیت کنیم. چون اگر شما دوستا حمایت نکنین، بیننده نباشین، ویدیو رو لایک نکنین و سابسکرایب نکنین، خب شاید یک مدت کار بکنین، بعد از یک مدت چینل کارش توقف کنیم. پس به خاطر که کار چینل توقف نکنه از شما خواهش میکنم که ما را حمایت بکنین، چون دیگه مصرف اینجا نیست. دوستا اونو قسمت قند پشمک است. مادر اشته داری؟ یک چی میکنیم؟ یک مزیش هم میبینیم. پاپلک هست، قند پشمک است. از اینا میخوام. चलो ठीक है क्या प्राइस है مادر خیلی دو تا بگی؟ دو تا بگی؟ به خاطر که اگه من خوردم خوب، اگه نخوردم باز به مدینه میکنم. دو من من میخوایم یکی اینا دوی कितने के 50 50 मुकम्मल 150 हो गया ना 50 हो गया दोस्तों मैं मैदा ندارم مجبور هزاری بتم मैदा نداری مادر؟ نه من نه مادرم قند پشمک کته پاپل اینه برای من بده. من خسته نخوردم، اینجا تو نخورده بسیار شیرین است دیگه مجلسه حساب. خیر من باز میگیرم، بخاطر کار ویدیو میگیرم. ما میخوایم بریم به پیش فیصل مجید، عکاسایی است که عکس میگیره، میخوایم عکس بگیریم. هرچند تلفن داریم، تلفنم اتفاقا خوب عکس میگیره، اما بازم کیفیت کمری کانون دیگه کیفیت است. میخوایم این لحظه یادگار بانه. چطور مادر؟ بله. خود دوستا هوا به تاریک شدن نزدیک است، کم کم تاریک میشه و چراغای مسجد روشن شده و ببینین بگرند ما فیصل مسجد است که تصویرش حال خوب میاد چون هفته غروب کرده. دیگه ما میریم آهسته آهسته بیرون که عکس بگیریم، بعد از عکس آهسته آهسته بریم.
تمرین خیلی ضعیف است. خود استاد عکس گرفتیم، هرچند که قبلا هم که آمدیم فیصل مجید عکس گرفتیم، اما خواستیم نیگار هم عکس بگیریم که یادگار بانه. در ضمن چون امروز ویدیو اول ولاگ ثبت کردیم، خواستیم که از امروز یادگار بانه یک عکس از اختر عکس گرفتیم و در ضمنش عکس چاپ هم کردیم دیگه. یک عکس حتما شما در پروفایل چینل حتما میبینین، چاپ هم کردیم، میبریم خانه. حالا میریم کمی پیشتر خانم هست که خینه و چیزا میفروشه، مادرم میگه خینه میزنیم دیگه، میریم خینه میزنیم. از این تصویر براتون میداشته باشیم، باز بعد از خداحافظی میکنیم و ادامه ویدیو با ما باشیم. Ne, एक चूटा लगा लो। बोलना है कुछ खाता हो या नहीं है। क्या करे कुछ बोलते आजी पापड़ा ले नारियल आजी पापड़ा ले Stavo in già per portare fino a modo. خاطر که اگر خوشم نبیاد واسه پشت دست شدن همیشه اینجا خوب زیر سیفت میشه. خب دوستا هوا دیگه چون شام است کمک زیادتر سرد شده، یک چیپس گرم بگیریم و همینجا با شما هم خداحافظی کنیم. دوستا میریم از اینجا چیپس میگیریم، باز خداحافظی میکنیم. خب بگی چیپس مادر چقدر میخوایی؟ من خونه میخورم. 200 الگ میبینید دوستا که هوا هم تاریک شده. صرف مثلا فنگر چیپس गरम फ्राई दे आजे जी भैया خود دوستا هوا تاریک شده و ما هم ولاگ اینجا به پایان میرسونیم. دوستا چون هوا تاریک است و ما لایت موبایل روشن کردیم، نمیفهم که ویدیوی درست میگیره نمیگیره. خب خیر دوستا ولاگ اینجا به پایان میرسونیم. این بود ولاگ اول ما.
بازم در آخر ویدیو ازتون تاکید میکنم، ازتون خواهش میکنم که ما را حمایت بکنین، ویدیوهای ما را لایک کنین، زیر هر ویدیو ما نظراتتان بنویسین و همچنان چینل ما را سابسکرایب کنین. تا دیدار دوباره، خدا نگهدارتون. خداحافظ دوستان.